انرژیتون کاملا بالا باشه، چون ما اومدیم تو یوتیوب، یعنی تو اینستاگرام فتح کردیم با 333,000 نفر فالوور فرد. ولی خب نه، بحث محتواست، کیفیتشون نه و کارایی که داریم. دونه دونه ما اینجا داریم. خدا چسبیده به اینجا، ببین کنمش اینو. نه هنوز خوش نشده چون اینجا آفتاب نمیخوره. خب دیرتر یعنی خوش میشه. محتوا رو گرفتم براتون آماده کردم، دونه دونه دارم آمادهشون میکنم که بهتون بگم آقا اینا چیه، مثلا این استخره نمیدونم با همین یه دونه چه کارهایی که نمیشه کرد. خلاصه اینی که حمایتمون میکنید خیلی مهمه. ما ورود کردیم تو یوتیوب، سعی میکنیم یه خورده دقیق‌تر با جزئیات بیشتر کار رو بهتون نشون بدیم و نگاه نکن دارم رو کارتون بهت نشون میدم. پروژه زیادی رو داریم انجام میدیم و اینجا میخوایم خودمونی‌تر، راحت‌تر جزئیات کارا رو بهتون نشون بدم. تستایی که مثلا از روی اینا میگیم، یعنی یه سنگ روش آیه خورده، الان روش آبه. این آب چجوریه؟ اینا روشه و اینا همه خشک نشده، یه خورده چسبندگی داره از این جهت. دو سه روز بگذره کامل خشکه، آب میریزید روش طور میخوره میاد پایین. خلاصه مخلصم دم همتون گرم. بگم ما از این بعد خب تو یوتیوب هم هستیم، تو اینستاگرام که داریم فعالیت میکنیم. حمایت بکنید دیگه. یه جوان اومده تو یوتیوب، خلاصه داره کار میکنه، زحمت میکشه، به روزتر داره میبره صنعت ساختمانو جلو و محصولاتشو داره بهتون معرفی میکنه. و اینجا حالا هولوشه یه حالت انبار تور، مغازه تور زدیم که بتونیم کارا رو بهتون نشون بدیم. از این دستماله پس سابسکرایب و شیر و کامنت و اینا که باعث میشه انرژی بگیرم از شما. فکر نکنید یه نفری اهمیتی نداری یا خیلی اهمیتی. همین که بتونید به من انرژی بدی، جات رو سر منم انرژی میذارم، بهتر برای تولید محتوا میکنم. استارتش رو زدیم ببینیم چی میشه.